سلام دوستای عزیز، با امید است که خوب سر حال باشین. باز هم خوش آمدین به دوره آموزشی اسکچاپ با من صبرالله زمانی. در این ویدیو ما موضوع کاپی، گروپ و کامپوننت مورد مطالعه قرار میدهیم و این ویدیوی درس روز 4 ما هست. با امید که تا آخر با من همراه باشین. میریم اسکچاپ را باز میکنیم. خب ابتدا یک آبجکت رسم میکنیم. از قسمت ما رکتنگل انتخاب کرده و یا از طریق کیبورد ما آر فشار میتیم. یک رکتنگل رسم کرده و بعدا از طریق کیبورد ما پی را فشار میتیم که ابزار پوش و پل بر ما فعال شود و یا شما از قسمت مینیوی تول بارز آمده اینجا پوش و پل انتخاب کرده میتونید. خب میاییم بر آبجکت خود یک ارتفاع میتیم به این شکل. خب ابتدا از همه ما موضوع سلکت و یا انتخاب آبجکت خود مورد مطالعه قرار میدیم. خب چطور یعنی ما میتونیم یک آبجکت انتخاب کنیم؟ پس به منظور انتخاب کردن آبجکت ما میتونیم که از سمت چپ به راست، خب متوجه باشین زمانی که ما از سمت چپ به راست کش میکنیم ماوس خود و یا کرسر خود، بر ما یک ویندو یا یک کلکین ظاهر می شود. خب متوجه شین تا زمانی که آبجکت ما مکمل داخل از این صفحه نبیایه انتخاب نمیشه. یعنی اگر ما در قسمت رها میکنم ماوس، پس فقط اونمون موقعیت انتخاب می شود که داخل از این 4 چوکات می باشه. خب به شکل متوجه بشین که فعلا این قسمت انتخاب کرد. و اگر ما خواستم کل آبجکت خود انتخاب کنم، پس باید آبجکت ما در مجموع داخل از این ویندو باشد. خب ما طریقه دومش از سمت راست به چپ است که به شکل نقطه نقطه یا داش ظاهر می شود که این فقط هر قسمت آبجکت ما که به تماس می شود با این لاین ها، پس اونمو قسمت چی میکنه انتخاب میکنند. یعنی اگر ما خواسته باشیم به این اندازه آبجکت انتخاب کنیم، خب لاین هایی که یا امون سطح هایی که با این لاین در ارتباط است، پس همیشه چی میشه انتخاب میشه که قسمت پایینی انتخاب نشده، فقط همون قسمت هایی که در ارتباط بود. خب اگر خواسته باشیم که تمام آبجکت خود انتخاب کنیم، شرط ما است که داخل ویندوی ما باید مکمل به چی از راست و یا چی از سمت چپ. طریقه دومش با خود ماوس اگر روی آبجکت ما کلیک میکنیم، اگر یک کلیک میکنیم فقط اونمو سطح و یا اونمو آبجکت که بالاش کلیک صورت میگیره انتخاب میشه. فقط اگر ما بخوایم یک لاین انتخاب کنیم، فقط همون یک لاین انتخاب شد. یک کلیک کردم بالای سطح کلیک کنیم، همون سطح انتخاب میشه. درست؟ اگر ما دبل کلیک میکنیم یا دو کلیک میکنیم، در مجموع اونمو سطح با لاین های اطرافش انتخاب میکند. خب متوجه بشین اگر ما بخوایم سطح بالا را انتخاب کنیم، یک کلیک کنیم فقط خودمو سطح، اگر دو کلیک کنیم در مجموع سطح با لاین هایی که ایجاد شده انتخاب میکند. خب اگر ما بخوایم که آبجکت در مجموع انتخاب کنیم، ما 3 کلیک میکنیم. درست است؟ 1 2 3 به شکل. باز هم 1 2 3 کلیک کرده و آبجکت ما را انتخاب میکند. خب این بود موضوع انتخاب آبجکت ما. حالا ما میخوایم که کپی بگیریم از این آبجکت که در درس های قبلی هم ما به شکل فشرده خوانده بودیم. ما از طریق مینیوی ابزار موو انتخاب میکنیم در این قسمت قرار داده و یا ما از طریق کیبورد ام فشار میتیم. زمانی که ما ام فشار میتیم ابزار موو ما فعال میشود. پس من میتونم از هر قسمت خواسته باشم این آبجکت خدا چه کنم موو کنم. درست است؟ هر قسمتی که خواسته باشیم. اگر ما حالا خواسته باشیم که کپی بگیریم، در صورتی که ابزار موو ما فعال باشد، ما از طریق کیبورد کنترل فشار میدیم. زمان کنترل فشار میدیم در قسمت کرسر ما علامه مثبت ظاهر میشه، یعنی فعلا در حال کپی قرار داره. پس ما از هر قسمت که شما خواسته باشین آبجکت خود انتخاب کرده میتونین و در هر موقعیت که خواسته باشین میتونین کپیش بگیرین. مثلا کپی میکنیم درجه، اگر این آبجکت کپیش بگیریم کنترل فشار میدیم، باز همیره میتونیم کپی کنیم. درست؟ این بود موضوع، یعنی به شکل دلخواه ما میتونیم یک کپی بگیریم. اگر آل ما خواسته باشیم که کپی ما یعنی تعداد کپی ما زیاد باشد، مهندسین عزیز به این موضوع زیاد روبرو شده باشند که مثلا ما یک آبجکت فاصله اولش داده شده است و نظر به اونمو فاصله میخوایم که چندین کپی بگیریم.
مثلا میگیم از این نقطه کنترل فشار داده، خب از این آبجکت، از این نقطه که ما انتخاب کردیم، از این نقطه تا فاصله که شما خواسته باشین، درست اما فاصله که داده شده و اینال به اینمی فاصله ما میگیم تکرار شوه، درست که در اینجا 10 فیت است و شما از طریق کیبورد هم میتونین که اما اندازه را درج کنین. مثلا میگیم 12 فیت، پس انتر میکنیم. زمان که انتر کردیم بر ما اما فاصله 12 فیت درج شد. حالا ما میخوایم که چندین کپی از اینمی فاصله بر ما بگیرم، یعنی به می اندازه 12 فیت کپی بگیره. خب از طریق کیبورد ما علامه ضربه در قسمت measurement distance متوجه باشین. از طریق کیبورد ما علامه ضربه درج کرده تعداد کپی که شما میخواین، مثلا میگیم 5 کپی، بعدا انتر میکنیم. خب میم در قسمت آبجکت خود انتخاب کرده کپی را فعال میکنیم، در این قسمت میگیم 12 انتر میکنیم. خب 12 کلیک میکنیم، یک کلیک میکنیم، بعدا از طریق کیبورد ما علامه ضرب، بعدا میگیم 5 کپی، مو تعداد بر ما کپی میکنند. میم از طریق میجرمنت یک اندازه میگیریم از این نقطه ما تا این نقطه ما چقدر است؟ 12، درست 12 فیت. میم باز هم اگر خواست باشیم از این نقطه تا این نقطه چند است؟ 12. پس به این شکل با اندازه 12 بر ما کپی میگیرد. خب بعضی اوقات به این شکل موضوع پیش میاد که ما اندازه عمومی را داریم، میخوایم در وسط اما اندازه ما چندین کپی بگیریم. یعنی چی؟ خب ما کماند کپی را فعال کردم، مثلا میگیم در قسمت فاصله ما هست 50 فیت یا 60 فیت، درست میگیم با فاصله 50 فیت داریم به این شکل یک کلیک کرده. اینال ما از طریق کیبورد، خب قبلا ما ضرب انجام میدن، حالا ما تقسیم، پس از طریق کیبورد ما خب میگیم به شکل کپی، بعدا میگیم به اندازه 50 فیت یک کلیک میکنیم در اون قسمت، بعدا از طریق کیبورد تقسیم، مثلا با چه تعداد؟ مثلا میگیم به تعداد 4 کپی برام میگیم، پس به تعداد 4 کپی بر مادامی فاصله کپی کرد. خب یعنی این موضوع کپی ما بود که شما میتونستین با طریق دلخواه و یا با فاصله های معین و یا ای که فاصله کلی داده شده بر ما چندین کپی بگیریم. خب موضوع دیگه ای هست که یعنی فقط با خط مستقیم نه، با شکل زاویه‌ای هم شما میتونید که کپی را انجام بدین. پس ما میگیم به این زاویه، درست زاویه را انتخاب میکنیم، بعدا یک کلیک کرده از طریق کیبورد علامه ضربه درج میکنیم و بعدا تعداد کپی ما را مثلا میگیم به تعداد 7 کپی، از به این زاویه بر ما 7 کپی گرفت، درست است. خب و یا به این شکل اگر ما خواسته باشیم مثلا زینه داریم، خب میایم کپی به این شکل میخوایم که در قسمت قرار داده و بعدا به این شکل کپی برامیم از طریق کیبورد علامه ضرب، بعدا میگیم 12 کپی، از به این شکل بر ما کپی میکنم، درست. خب این بود موضوع کپی ما. موضوع بعدی ما گروپ است. ابتدا میم یک سطح تشکیل میتیم، بعدا این را به اندازه 4 انچ و یا 3 انچ ارتفاع میتیم. خب متوجه باشین فعلا یک آبجکت هستیم، اگر ما بخوایم در روی از این آبجکت دیگر قرار بدم، میخوایم یک رکتنگل دیگر قرار بدیم، خب متوجه باشین پوش پل، فعلا این هر دویش یک آبجکت ایجاد شده. چطور؟ یعنی اگر ما سه کلیک کنیم، متوجه باشین سیکو این آبجکت همیشه همزمان انتخاب میکنن. اگر ما خواسته باشیم که این آبجکت موو کنم، پس ما این موو کرده نمیتونم. اگر بخوایم موو کنیم پس به این شکل یعنی با هم چسبیده هست. حالا اگر ما خواسته باشیم که آبجکت های ما جدا جدا ساخته شود، پس به منظور از این کار ما از گروپ استفاده میکنیم. آبجکت خود انتخاب کرده، بعدا رایت کلیک، میایم در قسمت
گروپ. اینجا ما داریم میک گروپ یا کنترل جی شارتکت است. پس زمانی که ما بگوییم میک گروپ، خب متوجه بشین حالا این آبجکت جدا هست. اگر ما یک آبجکت دیگه برای ازی سازیم، خب متوجه بشین اگر زمان ما سه کلیک میکنم داخل گروپ میشیم. درست؟ یعنی این آبجکت برای ما انتخاب نمیکنه. اگر ما سه کلیک میکنیم بالای از این آبجکت ما، پس این جدا انتخاب میکنم. پس ما میاییم این آبجکت خود هم به گروپ تبدیل میکنیم. یعنی چی؟ خب متوجه بشین اگر ما بخوایم ایره موف کنم، پس ایره میتونم جدا موف کنم و ایره هم جدا موف کنم. یعنی به شکل دو آبجکت جداگانه قرار میگیره. خب متوجه بشین اگر من خواسته باشم که گروپ تغییرات بالاش بیارم، باید ما داخل گروپ شم. یعنی چی؟ اگر ما دو کلیک میکنیم داخل گروپ میشیم. بعد از اون ما میتونیم پوش پل و یا هر تغییرات دیگر را داخل گروپ ما بیاریم. نه اگر ما خارج از گروپ باشیم، پس ما زمانی که پوش و پل انتخاب کنیم بر ما کدام پوش پل و صورت نمیگیره. با منظور تغییر دادن یک آبجکت که داخل گروپ است، پس ما باید داخل گروپ شویم و بعدا از میتونیم که تغییرات بالایش وارد کنیم. خب موضوع بعدی ما موضوع کامپوننت است. قبل از اینکه کامپوننت بخوانیم، خب متوجه باشین اگر ما از این آبجکت خود یک کپی میگیریم چون داخل گروپ است، خب متوجه باشین اگر ما بالای از این آبجکت ما تغییر میاریم، پس بالای از اون آبجکت ما تغییر نمیه. یعنی فعلا دو گروپ جداگانه داریم. اما اگر ما میایم یک آبجکت میسازیم در قسمت این رو مشغول کرده و بعدا باید آبجکت در مجموع انتخاب کنیم. بعدا رایت کلیک میگیم میک کامپوننت یا جی. خب زمانی که ما میک کامپوننت میسازیم کلیک میکنیم در قسمت دفینیشن شما میتونین که برش نام بدین هر نامی را که خواسته باشین که این نام یعنی درج کردن نام بسیار مهم است که در درس های آینده و خیر ما میخونیم برش. یک نام درج کرده، description میتونین داده، alignment و advanced attribute ما بعدا مورد مطالعه قرار میدیم و ما از قسمت replace selection with component انتخاب کرده و میگیم create. خب کامپوننت ما ایجاد شد. خب ظاهرا هر دو آبجکت ما یعنی گروپ و کامپوننت یک شکل است، اما تفاوت بسیار زیاد دارد. یعنی چی؟ ما از گروپ یک کپی گرفتم، زمان که ما تغییر بالای یک گروپ آوردم بالای گروپ تغییر نکرد. این حال اگر ما بیایم از قسمت کامپوننت کپی بگیریم، یک کپی میگیریم درجه، خب میگیم به تعداد 5 دانه. خب متوجه باشین این حال اگر ما داخل از کامپوننت میشیم، خب متوجه باشین زمان که ما بالای یک کامپوننت تغییر میاریم بالای همه کامپوننت ما چی میشه؟ تغییر انجام میشه که این بسیار زیاد کاربرد داره، خصوصا در بخش دکوریشن و یا بخش زمانی که ما پایه را میسازیم، چون اکثرا تیپیک می باشد و ما وقتی بالای یکش تغییر بریم بالای همش همزمان تغییر صورت میگیرد. خب یعنی این موضوع کامپوننت بود. خب اگر حالا من خواسته باشم که یار از حالت کامپوننت خارج بسازم و میخوایم که این آخری و یا این وسطی ما میگیم در شامل از این کامپوننت نباشه، پس ما میتونیم که او رو به شکل انفرادی هم بسازیم. بالاش رایت کلیک میایم اینجا داریم به نام میک یونیک و زمانی که ما میک یونیک میسازیم، خب متوجه شین که میایم بالای هر یکی از این کامپوننت ها که شما تغییر میارین، پس بالای از یا تغییر صورت میگیره، ولیکن بالای آبجکتی که ما برای یونیک ساختیم تغییر صورت نمیگیرد. ولیکن اگر ما از این گروپ از این کامپوننت خود کپی میگیریم، خب متوجه باشین فعلا دیگه این دو تا با هم لینک دارن. یعنی چی معنا؟ اگر ما بالای کپیش تغییر میارم بالای اصلیش هم تغییر صورت میگیره. درست؟ خب کاربرد کامپوننت در چی می باشد؟ مثلا ما میایم در قسمت
خب این یک ارتفاع میتیم، این یک کامپوننت میسازیم، بعدا به نام stair این را ثبت میکنیم. خب بعدا ما میم از یک کپی میگیریم، کپی کرده و این را میگیم به تعداد 8. خب متوجه باشین چون فعلا اینا همیش کامپوننت است. اگر ما میم در قسمت یک تغییر ایجاد میکنیم، مثلا میگیم برای یک نوزنگ ایجاد میکنیم به این شکل، خب متوجه باشین بالای همیش همزمان این عمل ما انجام میشه. متوجه هستین؟ یا به این شکل بالای یک پایه و یا غیره. خب اگر ما بخوایم متریال درج کنیم، میایم در قسمت دیفالت ری، از قسمت متریال در اینجا ما یک متریال درج میکنیم، هر متریال که شما خواسته باشین به شکل ما روشن‌تر میگیریم. خب متوجه. خب زمانی که بالای یکش ما متریال درج میکنیم، بالای همش همزمان صورت میگیره، یعنی سرعت کار ما رو بسیار بالا میبرد. خب اگر ما خارج از کامپوننت قرار داشته باشیم، ما متریال درج میکنیم. خب متوجه بشین فقط بالای اون آبجکت که شما عمل انجام میتین صورت میگیره، یعنی بالای همش صورت نمیگیرد، فقط بالای اندیویدوال و یا انفرادی تغییر صورت میگیره. و با منظوری که بالای همه تغییر ایجاد شود، باید شما داخل کامپوننت شده و بعدا تغییر ایجاد کنین. خب اگر ما خواسته باشیم که از حالت کامپوننت بیخی خارج کنیم آبجکت خدا، بالایش رایت کلیک ما ایجاد داریم به نام اکسپلود. خب ما زمانی که اکسپلود انجام میدیم پس ایره به اون شکل آبجکت یا به شکل اولیه برمیگردانه. خب متوجه باشین به شکل. و گروپ هم به می شکل بالاش رایت کلیک میگیم اکسپلود گروپ، پس به حالت اول برگشت، یعنی گروپ دیگر نیست. خب این بود موضوع درس امروزی ما، با امید از که مفید تمام شده باشه براتان دوستای عزیز. با امید دیدار بعدی، در پناه حق باشین.